Салям алейкум. Я нахожусь на Нижнекамский аэропорт с ребенком. Вот. Третий суток уже. یک زن 32 ساله شهروند تاجیکستان و کودک 9 ساله او را که از 25 تا 30 آگوست در طول 5 شبانه روز در فرودگاه بگیش و شهر نیژنیکامسک جمهوری تاتارستان روسیه درمانده بود، روز 30 آگوست با پرواز شرکت اورالسکی اویالینی به تاجیکستان اخراج کردند. در این باره شبکه تلویزیونی NTR 24 از قبل منابع خود خبر داد. یادآور می‌شویم سرنوشت این زن و کودکش را که برای یک اشتباه در شناسنامه آنها را به قلمرو روسیه راه ندادند، ساکن نیژنیکامسک آلبرت خاسیموف رسانه‌ای کرد. خاسیموف در شبکه فکنتاکت نوشت که در تالار فرودگاه برای این زن و کودکش یک چیز مانند به کت خواب درست کردند و میخوان او را به تاجیکستان پس بفرستند. شناسنامه او را گرفتند و پس نمیدهند. طوری معلوم شد او را اجازت ورود به روسیه نمیدهند، چون که مقامات وزارت کارهای داخله در شناسنامه‌اش در نوشته نسب این زن اشتباه پیدا کردند. از جانب او اشتباهی نیست، ولی مشکلیش را حل کردن نمیخواهند، بلکه میخواهند او را به تاجیکستان پس بفرستند. می نویسد مؤلف. مأموریت فرودگاه بگیش و شهر نیژنیکامسک جمهوری تاتارستان روز 28 آگوست در صحیفه‌اش در شبکه فکنتاکت رسما قضیه بازداشت یک زن از تاجیکستان را که اینک 4 شبانه روز باز نمیتواند از این فرودگاه بیرون برآید شرح داد. بنا به فرضیه مأموریت فرودگاه، این زن سال تولدش 1989 با کودک 9 سالش روز 25 آگوست سال 2021 با پرواز خوجند بگیش و شرکت هواپیمای اورالسکی اویالینی به بگیش و آمد، ولی از بس که حق ورود به قلمرو روسیه نداشت به وی اجازت ورود ندادند. طبق قانونگذاری روسیه به این شهروند ورود به قلمرو روسیه منع کرده شده است. به این سبب این زن همراه کودکش در منطقه تفسیه فرودگاه بگیش و قرار دارد. با کمک فرودگاه و شرکت هواپیمایی برای این زن و کودکش جهاز خواب و جای خواب جدا کرده آنها را با 3 وقت خوراک گرم تامین کردند. دپارتاسیون آنها به روز 30 آگوست سال 2021 توسط پرواز شرکت اورالسکی اویالینی به نقشه گرفته شده است. گفته می شود در شرح مأموریت فرودگاه بگیش و